همکاری با جواد عزیز رو نداشتم، ولی سینما محیط کوچیکیه، آدم از آدم ها میشنوه. جواد رو همیشه همه ازش به نیکی و خوبی یاد کردن. برای خانواده‌اش از خداوند صبر و اجر اهل صبر. جواد گنجی یکی از 10,000 داغی است که بر دل مردم این جامعه نشسته. من فکر نمی‌کنم این سیاستمداری مخاطب سینما باشه در زندگیش. اگر بود، روش و برشش طبیعتا نمیتونست این باشه. چون حداقل خود ما وقتی میشیم فیلم تماشا میکنیم، نکته‌هایی که در اون فیلم هست میتونه برای ما یه جنبه آموزنده داشته باشه و اساساً شاید تفاوت هنرمند و سیاستمدار همین باشه. سیاستمداران مخاطبین سینما نیستن، مردم همیشه مخاطب سینما بودن. من از خانه سینما به عنوان یه صنف مردمی خواهش میکنم واکنش‌هایی که اختیار میکنه همسو و همدل با مردم باشه.